زندگی به مثال کتاب بزرگ بوده که از صحیفه های زیاد تشکیل یافته است و هر روز آن چون یک صحیفه نوشته می شده است. همزمان دریایی را می مانده که از چشمه های زیاد منشأ می گیرد و باز مثال شاهراه بوده که از پیراه های زیاد تشکیل یافته است و باز می توان زندگی را تصویرهای دیگر هم داد. ولی مهم آن نبوده است که زندگی چی تصویر دارد، مهم آن بوده است که ما انسان ها در کتاب زندگی چگونه تصویر خواهیم شد و از خود به آیندگان چی باقی خواهیم گذاشت. بیننده عزیز، این روز در برنامه پیراه از پیراهه طی کرده هنرمند میگوییم که در واقع توانسته در کتاب زندگی صحیفه را از خود باقی گذارد. нурулло абдуллоев зодаи деҳаи лучоб аст. ӯ дар ин деҳа моҳи ноябри соли 1948 ба дунё омадааст. замони наврасии ӯ ба замоне рост меояд ки ҳанӯз дар деҳаашон қувваи барқ набуд ва ӯ чун дигар ҳамсолони худ зебогии рӯзгорро аз саҳифаҳои китоб мехонд ва умед менамуд ки ҳар орзуе ки дар дили кӯчакаш ҷо мешавад маҳз аз дониши андӯхтааш ҷомаи амал хоҳад пӯшид. چون همه جوانان سن و سال من، بچگی سن و سال من در همان وضعیتی گذشته است که ما هم هنوز قوه برق نداشتیم، مثلا با همون چراغ بابایی و شاید همین سبب شده باشد که همان نسلی که همراه برابر من به وای رسیدند بیشتر به کتاب اهمیت میدادند و بیشتر کتاب میخواندند، چون که از تلویزیون که حال نشانه نبود، لیکن به هر حال رادیو، هرچند رادیوهای هوایی داشتیم که با قوه بطریه میگفتند و در همین جوانی من هم در همین قشلاقچه زیبا در کنار دریای لوچاب گذشته است. оилае ки нурулло ба дунё омад аз шумори он оилаҳое буданд ки бо заҳмати бозу рӯз мегузарониданд. падар ва модари ӯ деҳқон буданд, дар замин кор мекарданду рӯзӣ меёфтанд. нуруллои хурдсол дар баробари бародарони хеш ҳамеша баром мекӯшид то тавонад ба волидони хеш кӯмак расонад, вале хоҳиши аслии падару модар он буд ки фарзандонашон аз омӯзиш қафо намонанд, то дар зиндагии худ азоб накашанд. پدر و مادرم هر دو دهقان، هرچند بابایم، هر دو بابای من نزد میری حصار کار میکردند. باباهای من یعنی یکی کتابداری میری حصار بود و دیگری از روی شنیدم اندازچین. بابای مادری هم اندازچین بودن و بابای پدری هم کتابداری نزد میر بودن و از این رو در خانه ما کتاب بیگانه نبود. همیشه یعنی چیزی میخواندگی داشتیم و کسی خواننده هم بود. یعنی از برادران کلانم که ما اصلا زنده و سلامت 7 نفر بودیم که امروز من الکی با یک اپهکم موندم. ولی همه در کارهای یا معلم بودند برادرانم یا در ساحه علم کار میکردند، همه همین. زمان کودکی نورالله عبداللهیف در دهه لوچاب گذشته است و او مکتب میانه را نیز در دهه‌اشان خوانده است. از بس که نورالله آداب حمیده و دانش خوب داشت، همه استادان او را دوست می داشتند و احترامش می کردند. نورالله عبداللهیف می گوید که سبب به تئاتر رو آوردنش و به کتابخوانی بیشتر رو آوردنش اثر ساتیم اولوغزاده صبح جوانی ما بوده است. این به آن خاطر بوده است که حیات قهرمان اساسی این اثر به حیات نورالله بسیار مانند بوده است. ما در صنف 8 یا 9 میخواندیم و همین معلم ادبیاتمون
فتح‌الدین حفیظов بسیار شخصی تئاتر دوست بودند خودشان، معلم ادبیات. بعد در همین کتاب ادبیات وطن که همان وقت ما می‌خوندیم، یک پارچه از پیسه کلتکداران سرخ ساتیم لغزاده چاپ شده بود و چون حفیظov راهبر صنف ما بودند، همین چیزا روی صحنه آوردن. یعنی در مکتب خوردی، مکتب‌های یالی چی، از بس که ما جا نداشتیم و جایی از همه همواریمون نزد قبرستان بود، ما در همون سبززار قبرستان رفته و در درس ادبیات کلتکداران سرخ مشق میکردیم و از همینجا برای همین هم کتابی استاد ساتیم لغزاده هم این پیسه شاید من وادار کرده باشد که و همون وقت هم به من نقش اساسی داده بودن، نقش همون سلیم، و شاید همین سبب شده باشد که من به این راه رفتم. بعد ختم مکتب میانه نورالله به دانشکده پداگوژی شهر دوشنبه داخل می شود و آنجا در رشته ادبیات تحصیل می کند. بعد از 2 سال تحصیل بار اول در نزد دانشکده فاکولته صنعت گشوده می شود و نورالله همراه برخی از همکورسان خویش به فاکولته نفت تأسیس می گذارد. من با نورالله عبداللهیف همسفر شدیم خیلی بر وقت. از صنف 6 در مکتب اینترنت که پاسیلکای کالینین اینترنت رقم 2 صنف 6 میخوندیم و همین نورالله عبداللهیف آمد در بر من شیشت. ما 2 سال با هم خواندیم، 6 و 7. بعد یکی نورالله عبداللهیف گم شد. دیگر من نورالله عبداللهیف ندیدم. بعد وقتی که ما سال 71 اینستیتوت تئاتری شهر مسکو گیتس را ختم کردیم، به وطن برگشتیم. بعد اون زمان دیکن فاکولته اکتوری اینستیتوت صنعت اسکر عبدالرحمانویچ ما دعوت کردم با همراهی غالب اسلاموف، تقوی مراد رازقوف و اصل بگیم سعادت و که اومده در کورس 1 بچه ها رو درس گوییم. خب ما که چندان هنری درس دادن هم نداشتیم ولی راضی شدیم یعنی که بینیم با بچه ها کار کردن تا چه اندازه برای ما موفقیت میبیارد یا شاید از عهده‌اش نبریم. و خلاصه که رفتیم روز اولی درس با بچه ها یکی میبینم در پرده اول رو برای من نورالله عبداللهیف است. حیران شدم، من گفتم خدا این بچه امروز من اینستیتوت تمام کردم اومدم این بچه نو کورس 1 خیلی کار کرده. بعد از اون صحبت ها دیگر هم صحبت شدیم و قریب 1 سال اونجا من با نورالله عبداللهیف کار کردیم، یعنی که من حق استادی دارم. هنوز از روزگار دانشجویی همکاری نورالله با تئاتر آغاز می‌گردد و او در تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی به حیث آرایشگر صحنه یعنی دکوراتور به کار می‌آید. او از قبیل آنهایی است که فعالیت خود را از خردترین مشغولیت آغاز نموده، از کار و فعالیت دیگران تعلیم گرفته و روز تا روز کمال یافته و تا هنرمند مردمی تاجیکستان رسیده است. یاد دارد نخستین روزها را که همراه همکورسانش به تئاتر آمده بود و نخستین نقش‌ها را
نزد استادان بازیده. پس از ختم دانشکده سال 75 علاقه همچون هنرپیشه من به تئاتر آمدم. ما برای آمدنمون 3 نمایشنامه دیپلمی داشتیم و هر 3 آن در تئاتر لاهوتی نمایش دادند و قریب در هر 3 آن من نقش اساسی داشتم در کارهای دیپلمی و بعد تئاتر آمدیم و بعد استاد هاشم گدایف که ما پیشتر هم شناس بودیم و هم شناس بودیم بعد من به نزدشون جیغ زدن و در هر کاری که میگرفتم من یا جونی چی بودم یاردمچی رئیسور یا که هم بغیر از اون که من اشتراکی بودم بغیر از اون که یکی از نقش‌ها البته از اون من بود. افتخار میکنم که به مثل نورالله عبداللهیف یک هنرمندی که سزاوار همه هنر و احترام و جایزه ها و نقش های بهترین و همه این چیزها رو نورالله عبداللهیف دارست و یک هنرمند آهسته آهسته قدم به قدم با این پیرهی که شما نام بگیرید پیاده شدن که در جمهوری گمان میکنم یگان شخصیتی نیست یگان فردی نیست که نورالله عبداللهیف رو نشناسد، چه از طریق تلویزیون چه از طریق سینما و چه از هنری اکتوری و چه از هنری نویسندگی. خب اینقدر اثرهایی هم نوشتن، اثرهای صحنوی که روی صحنه آوردند در تئاتر ما، در تئاتر استاد لاهوتی، در تئاتر کمال خوجندی شهر خوجند. همزمان در طول فعالیت خیش در صحنه تئاتر او 6 پیسه نوشته است که از نگاه اهل هنر خوب پذیرفته شدند. کوهستانی مهمترین نوشته نورالله عبداللهیف است که توانسته دگرگونی تازه در صحنه آفرد. او در این اثر انسان را همچون محرک چرخ گردنده گردان گذاشته و در مکالمه 2 شخص به مشکلات زندگی بهاگذاری نموده است. اولین پیسه که من نوشتم این همین کوهستانی بود. عموما هر نویسنده در نظر من در اثر خود یکی از قهرمان ها با وی یعنی که خودش میبیند در یکی از قهرمان ها. از بس که نمایش کوهستانی این اولین اثر است و او همگی 2 قهرمان دارد، یک مرد و یک زن و تا اون وقت همین خیل اثر در تاجیکستان نبود و کجایی که و چی میکردن این چخیل 2 نفر مردم نگاه داشته میتواند صحنه به این 2 نفر دوام 2-2.5 ساعت کی گوش میکند و یا مردم میبینن که خواندن تئاتر یا چی کنن این چی تو. لیکن وقتی که مایبلیف گرفتن روی صحنه آوردن و خیلی خیلی اثری در نظر من اکنون من همچون نویسنده البته حق ندارم که گویم که این چیزی، لیکن چندین بار گویا اثبات کردم این اثر خودش اثبات کرد که من بیهوده نآمدم بروی صحنه. بعد از روی این فیلم ها فیلم برداری هم کردم و امروز باز از روی شنیدم از روی همین چی یا قزاق ها یا قرقیز ها اونها هم همین چه فیلم برداری میکنند در سری نو. نورالله از بین هنرمندان ما هنرمندی که خیلی زیاد مطالعه میکند، مطالعه زیاد دارد و هنرمند به اصطلاح صاحب ذوق است و با در همین زمینه وی که از قانونیت های صحنه از قانونیت های درام آگاه است. برای همین همچون درام نویس
خود را سنجید. بار اول با درامای کوهستانی و موفق شد. کوهستانی نورالله عبداللهیف این همون تجسم شخصیت خودش، مثل که آبرز خودش، پروتوتیپ خودش و همدیهگانش، برادرش، همین بسیار طبیعی و بسیار صمیمی آمد. خودش بازی میکرد، فایزه، الدانه، ساورینیسا سبزعلی و در تهیه هم خوشنظر معبلی و هم کاری گویم که دیپلمی دولت عبیداللهیف بسیار یک صحنه جالبی آمد. بیودن نیست که این اثر را در بسیار صحنه های تئاترهای سابق اتحاد شوروی نیز ترجمه کردند و تهیه کردند. ما از سالهای دانشجویی شناس هستیم. در دانشگاه هنرهای زیبا وقتی تحصیل میکردیم، اینا یک کورس از ما بالا بودند و از کورسی اکای نورالله من با نورالله بسیار یک همکاری های خوبی داشتم، چه در شعرخوانی، چه در نقش هایی که مثلا پارچه هایی که بازی میکردیم و همکاری های خوبی داشتیم از همون سالها. بعد وقتی که به تئاتر آمدیم، یک نمایش بسیار پیسه‌ای بسیار خوب، چون که قلمی دراماتورگی خوبی دارند و اثرهای بسیار خوبی را تالیف کردند. یک اثر با نام کوهستانی که بسیار اثر خوب است، اون ما یک جایه مستقلانه گرفتیم و بالای اون کار میکردیم و خود یکای نورالله در نقش مرکزی بودن و در نقش زن ساورینیسا سبزعلی و بودن و بسیار یک کار خوبی شد. ولی بعد من باید تحصیل را ادامه میدادم، باید میرفتم و دوام کار را استاد معبلیف با آنها دوام داد. ولی این همکاری بسیار همکاری خاطرمانی بود. کدام بزرگ گفته است که اگر تو به گذشته از تپانچه تیر پرانی، آینده به تو از توپ تیر میپراند. و اگر جوانهایی که مثلا به اون پیران ناگاه به پیسخند نگاه کنند که حاضر صحنه برایی دیگر شده است یا نمایش ها دیگرند یا به این طرز بازی کردن ممکن نیست یا چی، آنها فقط پیشه به پای خود بزنند. لیکن اکثر جوانهای ما، من امروز میبینم جوانهای خوب داریم در تئاتر لاهوتی، چنین نیست. من چند وقت هر روز به تئاتر جوانها میدرایم، اونجا هم همین خیلی چی است که نسبت کلانسالان خیلی احترام خوب دارند و در باب بازی باشد. البته این به سوق هر کس وابسته است و اساساً به سوق آن کارگردانی که رهبر تئاتر است و چی مصالحی روی کار میبیارد در صحنه. وقتی که این چیزی سستی سرسری باشد، البته او هنرپیشه جوان هم از این هیچی در نمییابد بیچاره و یعنی که همون میدان بازیش برای وی چندان موافق نیست. شاید برای همین هم بعضی هنرپیشه ها، همون جوان ها شاید برای همین از کار می روند، چون که برای هنرپیشه پیش از همه نقش خوب در کار است و حتی با پولی آنم نگاه نمی کند که ما مبلغی نو چیز می گیریم مثلا یا چی. اگر کار دلخواهش باشد او کار می کند. بار زمستان قهرتون برف را تا سینه کشیده، از درواز از کیوران موی سفید الفت شاه به خانه ام آمد.
از دور دیدم و با پیشوازش دویدم. در نزد دروازه وا خوردیم و زیارت کردیم و به خانه تکلیف کردم. لیکن موی سفید رد کرد. فقط گفت که احوال ایمت وزنین، یاری منظرو. دو سه نامرد شرف و ناموس او را پامال کردنیند و اگر همین روزها رسیده نروم آنها میان ایمت را میشکنند. در وجودت اگر مردی داری براه گفتو، دیگر خودش به پسش نگاه نکرده به قفا برگشت. من تا حال آن قامتی بلند، آن ریشی چون برف کوه سفیدی موی سفیدی الفت شاه را در یاد دارم. درواز کجای و گپ کجا؟ من با قدرت و غیرت موی سفید تن دادم. افسانه های موی سفید نورالله عبداللطف این یک گویم که یک مرحله بسیار برکمال نورالله در جاده دراماتورگی بود. افسانه های موی سفید خیلی اثر بگم هم فلسفه بسیار نازکی دارد، هم اثر کاملا ملی است. اگر در کوهستانی اگر بعض یعنی که آمیزش بگویم که فرهنگ غرب و شرق با هم باشد، یعنی کوهستانی کاملا اثر ملی است که اونجا عرف و عادت، اون ارزش های بلند ملی، آداب، اخلاق، همین سنت ها و فرهنگ و معنویات ملی ما در این اثر خیلی قوی جای گرفته است. برای همینم عطا محمد جانوف توجه ظاهر کردن و شادروان گفتن که این اثر من خودم تهیه میکنم و موی سفیدم خودی عطاکه بازی کردن. بعدا یعنی که خود نورالله هم بازی عطاکه بود و این اثر تا حال هم اثر روز است تا امروز و چند نسل هنرمندان هم در آن بازی کردند. آن روزگار فعالیت اهل هنر به خصوص تئاتر نظررس بود و بخش‌های دیگر به تلویزیون و کینو به متخصصان جوان احتیاج داشتند. به این خاطر کارگردان‌های تلویزیون با تئاترها همکاری نزدیک داشتند و همیشه کوشش می‌نمودند تا برای همکاری هنرمندان را جلب نمایند. همین گونه می شود که نورالله عبداللهیف برای اجرای صحنه‌های خود به تلویزیون دعوت می شود و صحیفه دیگری فعالیت او آغاز می گردد. در آماده نمودن برنامه معروف بی‌غرض بند بیش از 20 سال است مشغول است و با این برنامه در تربیت تماشابین تاجیک سهم بارز دارد. آمده است که آیین جوانمردی حتی برای عیاران و دزدان بیگانه نبوده است و تاریخ یاد دارد لحظه هایی که آنها با راستگویی خود همت بلندی و جوانمردی کردند. 3 نفر بودند آنجا، یعنی که 2 کارگردان که هر دوش هم گویا که اصلا پدرهایشان زاده تئاتر است. این یعنی مظفر غنییف پسر نویسنده صمد غنی و لطیپوف که پدر اون کس هم در تئاتر بودند. این 2 نفر در وی کارگردان بودند در تل استودیا و همین آقای طاهری با آنها پیشنهاد کردند که همین چیه کنی بینند که همین چی خیلی میبراید و در حقیقت این از سال 74 میرفت تا سال 76 استاد خودشون میبردن و ما در صحنه ها اشتراک میکردیم، در اون صحنه هایی که چی میکردیم. بعد آهسته بعد در اول این چی بود؟ یعنی که همین خیلی به ننوشته روی بله نه تنها شفاهی بلکه همین خیلی نمایش مستقیم برین زنده میرفت. یعنی ویدیو مگنیتوفون ها نبودند آخر، مستقیم میرفت هر بگاه چونانی که به سپیکتاکل میرن در ساعتی معین اکتور میرود در نزد وی میایستد
همونجا زنده بازی میکنند اکتورها مانند تئاتر و همین خیلی مانند تئاتر گپ میزدن نزدیک هم میره و بعد برای همین ویدیو ماگنیتوفون ها که برآمدن خیلی سبک شد کاری هم اکتورها هم برندگی خیلی سبک شد به هر حال. یک شخص یک هنرمند که با یک مرد چند هنر کم است میگن، نورالله عبداللهیف هم در تهیه‌گری، هم در دراماتورگی، هم در نقش آفری و هم در فیلم، خصوصا در سینما نورالله بسیار جایگاه و مقام بسیار ورزیده دارد در سینمای تاجیک، هم در رادیو و تلویزیون، هم در خوانش‌های بدیعی رادیو و هم در نمایش‌های دراموی و نمایش‌های بدیعی تلویزیون تاجیکستان. یعنی که بسیار استعداد وی پهنای وسیع دارد، صنعت وی بسیار پهنای وسیع دارد. بار اول با کینوی تاجیک نورالله عبداللهیف را کارگردان معروف تاجیک طاهر صابیروف دعوت میکند. طاهر صابیروف از بس که در همان هنگام بسیار مقام بلند داشت، بسیار میخواست تا در کینوی تاجیک بخصوص در فیلم های بزرگ تاجیکی چهره های باشند که انعکاس کننده ملت تاجیک باشند. به این خاطر نورالله عبداللهیف برای یک اپیزود فیلم بار اول دعوت می شود و این اپیزود از طرف هنرمندان خوب قبول می گردد و همین یک نوارگیری خیلی کوتاه سبب می شود تا نورالله عبداللهیف را برای دیگر فیلم ها نیز دعوت کرده باشند. آسودگی به خانه اتانیان سلام علیکم. انا همین خیلی یک فیلمی 3 سریه گرفته بودن و به من یک نقشی سید میرگان رو دادن که وای کوه به کوه میگشت و با یگون کار نداشت که این باسمچی یا این عسکری سرخ وای کسی که به بدبختی غلطیده است اون خلاص میکرد، همو به یاردن میرسوند. با خودش یک استادی داشت که اونها طبابت میکرد و همین خیلی آدم به دومی ناگهان به دستی باسمچی ها بر میخورد و آنها میبیند که آنها خیلی غارتگر و کارهای زیادی را به انجام میرسانند. این هم به نیست کردن آنها میبرد، به شکاری باسمچی ها میبرد. همین خیلی یک نقشی بود و همون کس من اول گفتن که نقش اساسی اونجا یک چی بود، همون وای کردن توی رکه و گفتن که من همین نقش برای تو تیار کردم. انا بسیاری ها اونجا رفتگی بودن از بزرگای همون وقت برای کاستینگ و نهایت همین خیلی شد که من خودم وقتی که دیدم نقشه گفتم که طاهر جان من حالی در کینو تجربه ندارم، من میترسم که ناگاه شما بعد همین نقش خودشون بازی کردن، خودشون و این نقش بازی کردند و با من همین سعید سپوریدن. در برابر تئاتر و کینوی تاجیک نورالله عبداللهیف در صحنه‌های کینوی دیگر ملت‌ها از قبیل ازبک فیلم، قزاق فیلم، بلاروس فیلم و کینو فیلم‌های فرانسه شرکت نموده است. او توانسته همچون هنرمند کسبی در صحنه دیگر کشورها صنعت تاجیک را معرفی نماید. همین نورالله خطی ما 2 سال با هم خواندیم در مکتب اینترنت، یعنی هم صنف بودیم. در همین 2 سال آوازش هیچ کس نمیفهمید. اینقدر بچه آرام، بچه بتمکین، گپ نمیزدن. من حیران میشدم، میگفتم این نورالله چی درد داشته باشد، این چی درد داشته باشد. یعنی همه اون چیزی که امروز از قلم نورالله، از سخن نورالله، از اندیشه های نورالله برمی آید، شاید اما خفی و خاموشی نورالله بود. معنی بلند من فهم تند میخواهد، سیر فکرم آسان نیست، کوهمو کوتاه دارم. یعنی این چیز گمان میکنم که برای
نورالله عبدالله هم خیلی خاص است. یعنی هم خاموشی او همه شب و روز باور کنید که حتی در همون 1 سالی که با هم ما گویا که به حیث استاد و نورالله به حیث دانشجو بودن، همه شب و روز هم یعنی که همین خاموش گوش میکردن، کم گپ میزدن. یعنی که این هم یک خصلت خاص برای هر یک شخصیتی است که اون برای خود جمع میکرد تا اینکه یعنی چیزی از خود گفته تواند و تانیست. نورالله عبدالله کجا روانه، بعد ماجرای سری پاده که من هم در آنجا نقش بازی میکردم. این اثرهای نورالله عبدالله یعنی در زمینه تجربه خیلی بای خود نورالله تهیه شد، یعنی روی صحنه آمدن. تجربه‌ای که باید همچون یک از کارگر عادی صحنه تا به هنرمند مثال مردمی تاجیکستان سبزید و خودش نیز بسیار نقش‌های جالبی را روی صحنه آورد. آخراً نقشی که وای آفرید نقش عذاب بود و در این نقش نیز او همان فلسفه عذاب را مثل یک اندرز و پیام شرقیانه روی صحنه آورد و این هم از یعنی بیشتر آگاه بودن از ادبیات جهانی، از فرهنگ و از تمدن گذشتهمان آگاه بودن نورالله گواهی می‌دهد. نورالله عبدالله تنها در صحنه تئاتر بیش از 150 نقش آفریده که هر یک جای و مقام خود را دارد. با همه این چسب و تلاش و هنرآفری در صحنه کینو و تئاتر او خود را قناعتمند نمی‌داند و میگوید که هنوز نقش لازمه را نبازیده است. محض این امید است که او را هر صبح به سوی بنای تئاتر میکشد. از خود راضی بودن من گمان میکنم که نه تنها به هنرمند، عموما به ایجادکار، به نویسنده، به معلم، این از خود راضی بودن این تسکین دهنده است. آبی که یک جا ایستاد به مرداب تبدیل می یابد. بنابراین یعنی با فخر که من به کدام چی رسیدم، این نشانه آن است که من الکی نیستم، من تمام شده. بنابراین آرزو و امید همیشه میماند. اکای نورالله اهل تئاترند، صحنه را خوب میدانند، عملیات صحنه چگونه باید پیاده کرده شود خوب میدانند. برای همین اثرهای نورالله عبدالله از این لحاظ بسیار خوبند، چون که خودشان هر یک نقش، هر یک صحنه را در تنهایی که وقتی که بالای کاغذ میارند بازی میکنند. مثل مالیر، شکسپیر که اینا هم اهل تئاتر بودند، هر یک صحنه را میگذراندند از تار و پود خودشان، از دل و باطن خودشان میگذراندند، اونا در تنهایی بازی میکردند و یگان از این لحاظ خیلی خوب است اثراش. بعد اثرهای نورالله عبدالله بسیار اثرهای تاجیکانند، چه در کوهستانی که اشاره کردیم در بالا، چه در ماجرای سر پاده، یک دردی پرابلمی بسیار تاریخی و تاجیکانه دارد اثرهای نورالله عبدالله. یا جغزن اسکندر تا یا اون مسئله چند اثری دارن که موضوعهای عمومی بشری هم خیلی مثلا
خیلی مسائل های گلوبالی رو هم در اثراشون حل کردند و استاد مایبلی فهمین اثر اکای نورالله رو روی صحنه آورده بودند و شیرالی عبدالقیصف غول رو بازی میکردند و اون به اصطلاح بامز رو اکای اصالبک بازی میکردند و زوجه همون بامز رو مستوره آرتیق و بازی میکردن که بسیار صحنه دیدنی و هم خواندنی و هم دیدنی بود. زندگی در نگاه هنرمند دیگرگونه میتابد، زیرا او در صحنه صدها مراتب زندگی دیگران را نشان داده است. او بارها در نوشته های خویش ناجوری روزگار را نوشته و آرزوی زندگی رنگین و آرام را کرده است. امروز قهرمان ما نورالله عبداللهیوف در زمان کمالات است. هر صبح با امید به کارگاه می رود و هر شام با محبت به خانه بر می گردد و شکرانه از قسمت می کند، شکرانه از زندگی و کسب و کار می کند، شکرانه از فضای صلح و ثبات کشور می کند که در این سرزمین به دنیا آمد، فعالیت نمود و امروز زندگی می کند.